از باز شدن بازار نزدیمرزی ناحیه شمس‌الدین شاهین 10 ماه گذشت. در آن تاجران تاجیک افغان مال و دسترنج خود را می‌فروشند. خریداران میگویند که نقد در روزهای اول ارزان بود ولی روز به روز بالا می‌رود. در حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین میگویند که برای به اعتدال آوردن قیمت‌ها بازار را به یکی از کارخانه‌های دولتی می‌سپارند. امروز به رسمیت ضروری حجت‌گذاری خودی بازار نزدی سرحدی رفته ایستاده است. شاید که ما بازار همچون کارخانه واحدی دولتی کنیم زیرتابع یکی از مؤسسه‌های سایه کم‌نالی خود ناحیه شمس‌الدین شاهین. نرخ این آب‌های تشنه‌شکن افغانی در ماه‌های اول 4 سامانی بود. از بس که طلبات به آن زیاد شده است، تاجران افغان هم قیمتش را تا 7 سامانی بالا بردند. رئیس ناحیه سبب بالاروی قیمت‌ها را چنین شرح داد: وقتی که مال از قسمت جمهوری افغانستان به ناحیه شمس‌الدین شاهین وارد می‌شود، اصلا بگیریم آب‌های تشنه‌شکن، آب‌های عموما نوشاکی‌ها هستند. یکی از سبب‌های بالا رفتن نرخ نوا اصلا همون یگلو خریداری کردن محصولات بود. در این بازار تاجران بیشتر محصولات خوراکواری افغانستان را وارد می‌کنند. محصولاتشان خریدار هم دارد. ما همین فروش یگلوخت مال و محصولات در این بازار قریب که پیشگیری کردیم از بین بردیم، چون که یگلوخت خریداری کردن و یا هم دیدن که ما بسیار طلبات داریم به همین مال و محصولات، توانستن که نرخ مال و محصولاتشون در وقتی واردات کردن ارزش بلندتر بردارند. بازار نزدیمرزی شمس‌الدین شاهین یکی از 5 بازار نزدیمرزی تاجیکستان و افغانستان است که شهروندان کشور همسایه حق دارند به آن بدون روادید و اجازه بیایند و خرید کنند و مال و محصولات خویش را بفروشند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین.